یه مثلث نوری هست اینجا میفته توی عکس‌ها. میخوام نورپردازیشو امروز بهتون یاد بدم با مدل زیبامون. سلام و درود به چنل تریپی استودیو خوش اومدین. اسم این نورپردازی از یک نقاش هلندی به نام رامبراند هارمنزون فاین راین گرفته شده. اسم نورپردازی رو گذاشتن رامبراند. سایه‌ای که ایجاد میکنه چه شکلیه؟ یه طرف صورت سایه میفته اما زیر چشم نور مثلثی رو ایجاد میکنه. حالا توی ساعت نورپردازیمون این نورپردازی باید دقیقاً چه ساعتی باشه؟ باترفلای که ساعت 6 بود، لوپ ساعت 5 و 7، رامبراند میاد میشه نزدیک به 3 و نزدیک به 9. یکم میاد این طرف در لطفاً. مرسی. خب فلشمون رو میاریم اینجا. مثل نورپردازی های قبلی توی زاویه 45 درجه بالاتر از چشم سوژه قرار میگیره، یعنی بستگی به قد سوژمون داره اینکه چه ارتفاعی داشته باشه و حتما باید کچلایت فلشمون توی چشم سوژه بیفته. یه تست میزنیم، یکم باید به چرخ سمت تو. تنظیمات دوربین رو هم دوباره بگم، مثل نورپردازی های قبلی ایزو 100، سرعت شاتر 125 و دیافراگم هم 5 و 6. منو نگاه کن این بری که ببینیم که چی میشه. بله، یعنی این که من این نورپردازی رو بار اول در میارم، این دیگه حرفه‌ای بودن است. و آره یکم جا داره. آره این به مثلث نوریه، کچلایتت هم که افتاده خیلی هم خوشگله، ولی یکم جا داره بره عقب‌تر که اینجاها یکم برجسته است، برای همین نور میفته. منطقیه، یعنی نه اوکیه. میخوام بگم یعنی این نورپردازی روی هر صورتی یه جوابی میده. در کن تو صورتت فوق‌العاده است عزیزم، خدا تراشیده. دوباره بگیریم سرسا و عالی. چقدر خوشگل شد. آره. حالا یه دونه نخند. به خدا موقع عکاسی یه بار داشتم میگفتم، طرف آشنا بود، غریبه نبود، دهنش باز بود، گفتم دهنتو ببند. بعد نگام کرد. بعد نگام کرد گفتم خب چیزی نگفتی؟ خب نه، میگم یعنی لباتو بذار روی. چیزی بدی نگفتی؟ دهنتو خب دیگه دهنش بود دیگه، بعد میبست. الان دهنتو میبینی الان این تیکه بز بیاتش اینجا که نور میافتاد، الان نخندیدی دیگه نیافتاده. برآمدی. پس اینم از نورپردازی سوممون، یعنی خیلی آسونه. تا اینجا یاد گرفتیم که اگه نورپردازیمون ساعت 6 باشه میشه باترفلای، اگر بیاد ساعت 7 میشه لوپ، برعکسش 5 میشه لوپ. اگر بیاد نزدیک به 3، یعنی اصلا خود 3 نیست، نزدیک به این و 9، نزدیک به 9 و نزدیک به 3 بشه میشه رامبراند، تا جایی که فقط این مثلث نوریه ایجاد بشه. و یکی از زیباترین نورپردازی هایی هست که میتونید انجامش بدید و لذت ببرید. خیلی پورتری زیبایی رو برای شما خلق میکنه این نورپردازیه. توی ویدیوهای قبلی هم اینو گفتم، اگر که صورت سوژه‌تون رو چرخوندید، نور رو هم نسبت به همون زاویه صورت سوژه بچرخونید. و میخوام که جونمو بدم. یکم بدنتو بچرخون اون طرفی. آره ولی سرت کاملا سمت من اینجا.
و یه چیز دیگه هم براتون توضیح داده بودم، زاویه دوربین نسبت به چشم سوژه. الان من اگه از اینجا عکس بگیرم میشم از زاویه بالا، ولی خم میشم و میام از اینجا عکس میگیرم، این میشه زاویه برابر چشم. و اگر پایین تر بگیرم که اصلا معنای دیگر خودشو داره. خب تو هم اینجا رو نگاه کن لطفا. فکر میکنم الان نوره اینجا خوب باشه. یه تست کن. تاش خوبه ولی خیلی خوشگل شد. خیلی دوست داشتم. گاش کن. اصلا نور پردازیه یه چیز خیلی خفنی میده بیرون. و اما میخوام از بالاتر ازت عکس بگیرم که از بالاتر است. آره دوربین رو نگاه کن. یه لبخند. بگو سی. ببین اصلا فرم صورت این از بالا، این از پایین. فرم صورت هم حتی تغییر میده. فرم چشم رو تغییر میده، مردمک چشم. خب و این دستتو بذار اینجا. شاله رو بگیر. هر جور که راحتی شاله رو بگیر. با فقط دست راست. این یکی دستت هم میتونی بزنی به کت اینا. آره یا میتونی این همینجا که گرفتی خوب. یکم پایین‌تر. فقط میخوام فرم شونه و اینا درست شه. بدنتو بچرخون اون طرفتر. عالی. همینجوری یکم سر اینورتر. سرت صاف. نگاه من کن. خوب شد. کاش همیشه عادت داشتم همینقدر شکیل و محترم بشینم. همیشه اینجوریه. موقع عکاس مصاف میشه. توی ویدیوهای بعدی ژست دهی رو هم بهتون یاد میدم. حتما ویدیوهای بعدی رو هم دنبال کنید. خب دیگه کاش نیمروخش هم ازت بگیرم. نه دیگه. بذار یه ژست دیگه هم بهت بدم کاملا رو به من بشین. میخوام شالتو اینجوری نگاه. بذار من یکم شالم شلتر کنم. میخوام شل بودن شاله یعنی مثل شال نباشه رو سرت، به عنوان یک پارچه یکم بیاری جلوتر. بیار جلوتر. عمه قضی. خب حالا این دوباره رو بگیر اینجوری. شستت میفته بیرون و خیلی هر جور انگشتات راحت تری بگیر. الان انگشتات خشکه یه جورایی. کم میخوای بالاترشو بگیر. میخوام بیاد کنار صورت. اینو بدمش. من نگاه رو کنم. کم راحت تر بشی. راحتی. چطوره؟ حس میکنم فرم دستات یکم باحال نشد. با دستات یک کاری بکن. وقتی سوژت دوستته با دستات یه حرکتی بزن. با شالت با دوتا دستات. خیلی میگه یه چیزی تو ذهنم هست. خب کم جفت دستتو بیار بالاتر. این یکی رو بیار پایین‌تر. اینجوری نه همین که من از بالا عکس میگیرم اوکیش میکنه. این دستت بالاتر. این آفرین. یکم این بیاد بالا. خوب. تا من فرم شالتو. خب نگاهی من کن. میدونی چیش که خیلی خوشگل شد ولی این باحاله. آره
یه دونه هم دستتو بذار زیر چونت، هر جور که راحتی. آره نه فشار به چونه نیا، فقط مثل یه تکیه‌گاه بمونه. آره اینجوری هم. بعد یه چیزی که هم فاصله بده بهش، یعنی این فقط اینجا باشه، فشار نیاره اصلا، همینجوری بمون. آخه این نور پردازی این خوبه، این چه خوبه، چقدر هم قشنگه که همش سبزه. همون آخریه از همش خوشگل‌تر شد. دوست داشتم. خب بریم که اصلا این نورپردازی کلا هم خیلی خلاقانه است، هم خیلی عکس رو خوشگل میکنه، یه حس خیلی قشنگی میده. و بریم واسه آخرین نورپردازی که تو ویدیو بعدی بهتون میگم. خیلی خفنه، خیلی خفنه و احتمالاً هم دیدیدش، شاید فقط اسمشو ندونید یا اینکه دقیقاً چجوری اجراش کنید. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. هارمنزون فاین راین گرفته شده. خب بالاتر از چشم سوجه، بس سوجه. داشتی کاری میکردی؟ دوباره بگم؟ هر جا سوتی دادی بگی دوباره بگم. چیکار داشتی میکردی؟ گفتم قدم بلند. باشه. هر جا سوتی موتی دادی میگم از اون تیکه. رابرت رام مهندس. دیدی ویدیوشو؟ نشونم دادی اون سری، ولی باحال بود. داره دوست داشتم. یه تیکه‌هایش هم خودم تو اینستا دیدم ولی اصلا هیچ ایده‌ای ازش ندارم، یادم نبود. رابرت داشتی فیلم میگیره. وقتی وسط فیلم برداری با دوستت چیزتون گل میکنه، صحبتتون گل میکنه. یاد این ویدیو اینستاگرام افتادم که طرف سرش تو گوشیه داره تو اینستا میچرخه، بعد یه میبینه مشتری جلوش وایساده. 1000 بار به خدا اتفاقی برام افتاده. خب